بعضی از افراد فکر میکنن نخوردن صبحانه بهترین روش برای کاهش وزن بدنشان میباشد، اما تحقیقات نشان داده این عادت داره آروم آروم بدن رو تخریب میکنه و باعث آسیب رساندن به بدن میشود. اولین علامت قند خون پایینه. صبحانه انرژی مغز و عضلات رو تامین میکنه. بدون صبحانه حالت تهوع، سرگیجه و همچنین کاهش تمرکز رو داریم. علامت دوم افزایش چربی شکم می باشد. بدن میفهمه بهش غذا نمیرسه، پس شروع میکنه به ذخیره چربی که این ذخیره چربی مخصوصا دور شکم می باشد. علامت سوم اختلال در متابولیسم می باشد. متابولیسم کند میشه، بدن وارد حالت غرغره می شود، یعنی کمتر بدن کالری می سوزونه. علامت چهارم افزایش اشتها در عصر می باشد. روز را با شکم خالی شروع می کنی، بعداً دچار گرسنگی شدید می شوی و بیش از حد غذا مصرف می کنی. یک صبحانه ساده مثل ماست، میوه و چند عدد مغز میتونه تمام مشکلات رو رفع کنه. اگر این ویدیو برات مفید بود لایک کن، برای دوستات به اشتراک بگذار، کانال رو دنبال کن تا هر هفته یک راز جدید از سلامتی یاد بگیری.